بچه ها، حالتون چطوره؟ من یاسیم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من و موضوع این ویدیو از چه قراره؟ بعد بهتون بگم که بچه‌ها برین ماسک هاتون رو بپوشید که میخوایم برگردیم به دوران کرونا. و چرا دوران کرونا؟ نمیدونم خودمم. بریم ببینیم تو دوران کرونا چه خبر بوده، چیا ترند بودن، چه ویدیوهایی میدیدیم و بریم ببینیم. ولی قبلش بچه‌ها خیلی ممنون میشم که اگه لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. اینا خیلی به من کمک میکنه، خیلی خوشحالم میکنه و ماچ به کله همتون. بریم سراغ ویدیوها. بچه‌ها ببخشید دوباره، قبل اینکه دوباره بریم سراغ ویدیو، من بابت کیفیت پایین این ویدیوها معذرت میخوام ازتون اگه که یه سریشون کیفیتشون پایینه. من خیلی سعی کردم که با کیفیت تریناشون رو پیدا کنم ولی نشد دیگه، چون این ویدیوها برای میشه گفت 7-8 سال پیشن. واقعا 7-8 سال 99-98 میشد دیگه. 7-8 سال چرا دیگه، تقریبا 6-7 سال میشه دیگه. آره خلاصه مال اون موقع است و اگه که کیفیت ویدیوها پایینه من خیلی ازتون معذرت میخوام و الان دیگه واقعا بریم سراغ ویدیو. خب ویدیوی اول. وای بچه‌ها، من اکیپ نیکاینا بذار یه دقیقه. وای بچه‌ها، من الان یک نگاهی که رو ویدیوها انداختم فهمیدم که امروز خیلی زیاد از اکیپ نیکا و امیر و اون یکی چی بود، ارسلان و دیانا و اینا داریم. خب و من تو زمان کرونا، خب اینا قبل کرونا هم بودن دیگه فکر میکنم، ولی نمیدونم، من کلا اون زمانی هم که اینا بودن من اون موقع هم ویدیوهاشون ندیدم و بریم ببینیم دیگه. این حالی که دارم تو ساختی واسم، این کار نبودم تو دادی یادم که عاشقت باشم، دلمو ببازم بیشتر از جونم، تو رو میخواستم. چیت بود که رفتی بگو به ما دلت از چی میترسی، به خودم میگم همش چند بود آخه من، دستا یکی نمیذاش که مال من شی. کی بد بود من یا تو، کی با جون و دل. شما فهمیدین چی شد؟ چی شد؟ من تا یه جایشو فهمیدم. رفت به یکی گفتش که بیا دوست پسرم رو بکش چون داره بهم خیانت میکنه. چی شد؟ بعد خودش خب یعنی چی؟ باش من این ویدیوی بعد تو اصلا منو نگیری دست کم پس یکم من رو بیا بشمر همون درد من. بچه‌ها ببخشید من هی وسط ویدیوها پاز میکنم ولی این اسمش چی بود؟ رضا بود فکر کنم. بچه‌ها رضا یک زمانی کراش همه دخترهای اون زمان بود. خب من این ویدیو که اون موقع میومد بیرون من خیلی بچه تر بودم ولی رضا کراش بچه های دخترهای اون زمان بود. حالا الان نمیدونم، بیخبرم که داره چی کار میکنه، ولی اون زمان واقعا هر وقت رضا میومد تو ویدیوها، البته همه رو نمیگم نظر نیست که همه دخترها رو این کراش بودن و اینا، ولی اکثریت اونهایی که من میدیدم خیلی تو اکیپ نیکاینا از رضا خیلی خوششون میومد. بعد الان استایلش رو دارم میبینم واقعا نمیدونم، نسبت به اون زمان واقعا خوب بود ولی نسبت به استایل الان اگه یکی اینجوری بیاد بیرون، هم دخترش هم پسرش واقعا مزحکه میگن، نمیدونم چیه دست مردم میشه، هم مزحکه دست مردم میشه واقعا. با این زندگیه نه جنگ تن به تن، یه حس فوق‌العاده زیر درمان. ببین اصلا زدی ریدی تو شادش. خب یا باید پسر باشه خب که من چوس کنم، یا باید اون عکست با خودم باشه که من حال کنم. این دختر چی میگه؟ خب ببین از این به بعد ملیکا تو زندگیمه. یا گوشی تو بابا.
من چی کار کنم؟ آدم جان بیا قربونت برم زندگی بهت نشون میدم بیا زور میخوان زنم بدن من زن نمیخوام عروس به مادرم بدن چه خدا رو شکر که واقعا اون زمان نمیدیدم. یعنی الان باز مثلا نمیدونم یه ذره غیر طبیعی به نظر میرسه. یعنی چی؟ به ما چه؟ ما که مردم رو قضاوت نمی کنیم. بریم ویدیوی بعدی. رضا یه چیزی بهت بگم، عصبی نمیشی؟ نه بگو. قول میدی؟ آره. یه مرده به هم گفته که 5 میلیون بهت میدم فقط با من ریل بزن. یه مرده بده من گوشی تو. نه دیگه بده شما گفتی رشو بده عصبی من. نمیشی. بده من. مطمئنم میدونم چی میشه. مطمئنم میدونم چی میشه. الان یهو تلفن رو برمیداره زنگ میزنه به مرده. بعد یهو برمیگم میگه که سلام آقا پسرم قبول میکنی؟ به خدا اگه غیر از این شه من این پنجره‌ای که پشت وایسا این پنجره‌ای که پشت سرم هست میرم بگذاریم میرم از این پنجره میپرم پایین. واقعا بچه اون ادا اصولا که الان در آوردم دستم آوردم جلو سعی کردم رو پنجره فوکس کنه دوربینم ولی نکرد. فکر کنم به خدا دیوونه نیست. خود درگیرم واقعا. الو آقا با همین شرایط پسر قبول نمی‌کنه. بیا وی بسیار نیماروز زار بس کنیم برای خودم. برو گم شو. برو گم شو. اوکیه باشه. خدا باشه. پهلوان قبول کرد. من قبول که حلاله باشه. چقدر نمیدونم شما هم مثل من میشین؟ من مثلا اولای ویدیو اینجوری هم که چه باحال ایول یا مثلا آخر ویدیو اینجوری هم که اینجوری میشم. نمیفهمم. یعنی مثلا تا یه جایشو میفهمم و تا اونجایی که گفتم مثلا زنگ میزنه به آقا میگه پسرم قبول میکنید فلان بیسا تا اینجاشو متوجه میشم. ولی بعدش اون آقایی که اومد و گفت استوب بعد اون یکی از اون پشت اومد چی شد؟ بریم ویدیوی بعدی. آره بریم ویدیوی بعدی. هی بگو خب برو ویدیوی بعدی دیگه. چرا هی اعلام میکنی بریم ویدیوی بعدی؟ نچسب چیزی نیست بچه ها. یه ذره خود درگیرم. درست میشه انشالله. من اینم اون زمان دیدم. اینم خیلی باحاله. یعنی اون زمان من خیلی باش حال کردم. بعد پارت 2 هم داشت ولی نمیدونم فکر نکنم ما پارت 2 رو اینجا داشته باشیم. ولی خیلی باحال بود. من خیلی با ریتمش و اینا اون زمان حال کردم. مامان من رفتم. میگم من فرشاد وای فرشته مامان الکلو رو بردی؟ ها بردم. پس اوه بی درصد بالو رو ببر. نمیخوام. ماسکش دستکش شیراز خیر بزن اذیته. وای مامان ولم کن. میگرفتمت میمیری نگی نگفتمت. دستکش دارم. وای این جمع تو دست میزنی همه جای همه. شیلت بکن لازمه. دارو امام کاظمه. شل میزنی موام فره. زد و خونی بچه و خره. بو گن میاد. کامت خوره مال ایه. آشا شطوره. مامان میکشیمون خب بدتر. شعور نمیرسه ازگل. ای چیه؟ دارچینه. اوی شورت آقا چینچینه. بسته شبی زودی میام خونه. ببر اصل و سیاجونه. حالا کجا میری؟ میریم تو با. سعدید که نبات و نعن و دا. با کی داری میری؟ با شادی. او حلوای عروس نمادی. دیره. او خوش خوچفشه. این دیگه چی بود؟ اصل کاری روغن گل بنفشه. آقا اگه که تعداد آخه من دوزه شروع کنم. آقا اشکال نداره. اگه که تعداد لایک های این ویدیو به 100 تا دوره برسه من با این آهنگ براتون دابسمش میرم. خیلی جدی ها. خیلی جدی واقعا با این آهنگ براتون دابسمش میرم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو من همراه بودین بچه ها و خیلی خوشحال میشم اگه که نظرتون رو برام کامنت کنین. خیلی نظرتون برام مهمه. اگه که ایده‌ای دارین در مورد ویدیوها یا حتی میخواین ویدیویی براتون بگیرم حتما بگین. حتما انجام میدم براتون. و از طرفی
لطفاً لایک کنین، سابسکرایب کنین و اگه که بازم از اینجور ویدیوها دوست داشتین بگین که پارت 2 شو براتون بیارم و پارت های بعدیشو براتون بگیرم یا حتی متفاوت‌ترشو براتون بگیرم، ویدیوهای قدیمی‌تر رو بیارم، وسایل قدیمی رو بیارم. نفس. آره خلاصه که بچه‌ها ایده هاتون رو بهم بگین، چون من تازه شروع کارمه و اینکه شما چه جور ویدیویی میپسندین خیلی برام مهمه. یعنی اگه که شروع کارم نبود بازم برام مهم بود، ولی منظورم که ایده های شما خیلی بهم کمک میکنه که ویدیوهای مورد علاقه شما رو بیارم. دوست دارم ایرانی. خیلی مراقب خودت باش و تا ویدیوی بعدی من شما رو به خدای رنگین کمون ها میسپارم.